ما قبل اینکه بخوایم راجع به دیتابیس سنتر حرف بزنیم باید معنای دیتابیس سنتر رو دو تا قسمتش بکنیم و یکیشو بگذاریم حالت سنتر که به معنای فروشگاه، جمع آوری کننده، خریدار، غیر از ذالک رو شامل میشه و این قسمت داده هست. داده رو چطوری حالا دسته بندی بکنیم، جمع آوری بکنیم، طبقه بندی بکنیم، تحلیلش بکنیم، خودش دنیای مجزایی. پس ما میخوایم توی جلسه اول راجع پایگاه داده‌ای حرف بزنیم که اولین رکن یک سایت رو تشکیل میده. ما وقتی راجع به سایت میخوایم صحبت بکنیم ما راجع به پایگاه داده حرف بزنیم. چه اطلاعاتی شما میخواین در اون بارگذاری بکنیم؟ این سوال مهمی است که قبل از اینکه بخوایم طراحی سایت شروع کنیم باید به داده و اطلاعات اصلی اون دقت بکنیم. خب